سنت کو به یگان خلاف اجازت است نشسته خواندن، لیکن فرض باید اصلا به نماز فرض قیام شرط است، یعنی راست ایستاده نماز گذاشتن این شرطی نماز است. لیکن از سبب آنکه امکانیت نیست و شریعت ما به کاری که امکانیت نداریم ما را امر نمی کند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در سوره بقره الله تعالی میگوید که الله سبحانه و تعالی یگان نفسی را فرمان نمی دهد با آن عملی که طاقتش را ندارد. کسی قدرت ندارد، الله تعالی از قدرتش بالا فرمان نمی دهد. جل جلاله و تقدست اسماؤه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. راست ایستاده نماز گذار، اگر نتوانستی نشسته خوان. وقتی که در هواپیما یا در نقلیات امکانیتی راست ایستاده نماز خواندن فرض یافت نشد یا امکانیتی فرآمدن نیست، در این صورت نشسته میخواند. ولی نمازهای نافله را، غیر فرض را، حتی اگر بنده مسافر نباشد هم میتواند نشسته خواند، خواه در خانه باشد خواه در بالای نقلیات مرکب باشد. مرکب کلمه هست که هر یک چیزی که بر بالای وی سوار شده میشد. مرکب یعنی همه چیز را، حتی لیفت را در بر میگیرد. هواپیما، کشتی، پاییز، اتوبوس ها، مارشروتکا، همه چیز را، شتر و اسب و خر و خچیر و مرکب، چیزی که بر بالاش سوار شده می شود.